کجا بدی گیلا؟ کجا بدی؟ چکر به شهر رفتم چیزه میتونه چکر چه بسر پل شفتل یک چرخی به می دیکونم بیا یک سکم اینجا ما آدمی هم نون مام چای مام کار چیزی دارم همون دیکون که از پم هست نیه من میتونم گوشت به مردم بودم پنجه هر شو میتونی که بدون گوشت نون نخوری که قصبی دارین گوشت بیار با ما کجا هم استقونه سوختر میاری پس گوشتا سرخی رو اول میارم با تو بابا من عقل من نمیکشم میره که گوشت قلم کنم پنجه خور قلم میکنم نه کتب بیزدار باطل برو پنجه خور ما برای تو سر شیلیا رفتن این سکن شیلیا دکونه پیشی میکنی تا دکونه جوری میکنی یک گپ سخن برار تو فقط از شهر قص آنجلس نمیدی که بیام پیشی کنم خونون نمی دولم بوسه دمه که واسه چی میگی حالا بگو که من هفته من زلاخ شدم 2 ماه من روز 2200 روپیه گوشت برده دکون 5 کیلو سودا هم نمیخره به 2 ماه که برده تا بال نمده یک سر گوشت یا به نقد نسیه پیش من هستونده برو من بدیده این رو خود میگه نوزی بر خویی مثل که یا شهر یا جامعه دیگه به خوب گوشت مستونه میری به دم باغچه اینا که به سرا خونی روز تاشون به باغچه ایتا رگ دیونگی خور به کار بندا نه بابا که به رب بروب ای خیر بینی ها اصلا به رب بروب نمیفهمی فکر کن بیا ازوی هم نمیفهمی بیا ازوی کامال هم نمیفهمی اون جیگاه که رفتی که با بدتر کنی که بیخیب دیونی سرقی که تو حال ده به دانه فرگیسته اصلا مرتکب دم من فکر میکنه ببینه 120 تخته کم داره 1000 تخته کم داری تو باشه خب بفهمیدی میری به دم باغچیو فقط هر چی بگیر تو میای خود میندازی با باغچه بر میداری میاره که طولا ما خورشه هر کم به جلو تو آماده میتونی شلو کور کن خب ها بعد کم یک چوبی چیزی بگیر میبیه خب نزنی دیگه تمنه که بزنی مغزا سر بچه ایر بیری کنی او بچه نه باسر ها میفهم یعنی میگم رگ دیونگی خور به کار ایندا که بفهمن که تو بیخی یعنی از این دیونه تر از بیخی سرقی که به رب بروب نمیفهمه در جان باشم رو اگه نق نشو فرغولم بید بیارم من میگم مرغ بود خیلی خر بود گوسپند بود مرغ بود من بال پیلا وردا بیار خرکور اینا چی او به درد خود تو میخوری برا اون میره کلی و به دیوال میخوره خوبه برو زودی بیایی خوبه صاحب که تو ناله چوب هم سه کشتی چوب برابره فرق سر تو اگه اون اکدام من روز اگه یا بچه تو بدی یا به خود تو کدوم اکی؟ منم پولم بده پولم گوشتر بده شکار گیله دانه واکن مردی صبر کده نیچه گیله گروز گریش هست بیا لگه بجنه من یک که میرم بشکنم بجنه یک باز سلام کتم مرغال بگرم ببرم بفهمیدی بیا بریشی که با خدا سر تو با بکنه بریشی که با خدا سر تو با بکنه بیوشی که نه مرغال میکشی هست تو یا تو بس تو سب کن مرد در بیا با خدا فرق سر تو میزنم بریشی از تو سب کن مرد بیا مرد بسته که سلطه بنده با میا ببینیشو بده تو سب کن برو مجوی در
الاف کنه تلبخ چرا مرغا بردیشتی؟ خب مردی صبر کن دیگه مرد داری بالی پولا خور میدارم تو نشه تو چی می اینجا گفت؟ تو صبر کن بس دیگه خود چری میجی مردونگی فهمیدی من به تو چیز لیاز نکردم انال غیرت داری بیا تورتو بس دگه بس بیا مرغا گیلک سرینیلا شکچی گپوه وطنی وطن مال وطن میخری گیلک کیف وطن با مرغ فروشی گرفتی برو عبار سر از 4 روز میشه اما با دکون نمیری 918 سال چندی؟ 918 سال بگی برو این برابر کفتر نیه وزم 918 سال تو چی میگی؟ بابا ساخت وطنه کاکا جاناله با 900 به تو گسپنده میدم تو گپا میزنی که چی بگو می جوجه مرغ تو بیاوردی با 900 میگی یورم به 18 سال با 900 تا سال لشتی تو نمیدم با 900 به تو تو مرغ فروشی هنوز یاد نگرفتی برو ما 10 سال دیگه چند میاردی تو هر دو تا هر دو تا بام دو تا سدی دون 100 روپیه به 100 روپیه که چند از 18 حالا تو چی کردی به 18 سال دو تا سدی میدیونه کوبا دیرم یک سیلی بکنم بیاره بده کلاه بده کلاه دیگه دم نماشون بیادم سرا فهمیدی پیش مادر ما بیا نانه میده 200 تو خوبه نانه تو خوبه بریم 200 شد دیگه دل جان باش دیگه گیل های های ما از ترکیه خوردم دل جان بریم چاشت نمیری خودم نماشون میام دیگه با نگی نیستیه گیلا گپ بازی بزنی تخم میکنی یا نه تخم میکنی این 27 تا تخم میکنه روز این 16 تا 27 تا 16 تا خودیارو دیگه خیر بینی تو برو چاشت نمیری انال زردی تخم مرغ خونگی اگه نخوری همه مو سر تو پاک سوز میکنه دل جان باشو خیر بینی گیلا بابا همین گیلک ندیدیم بابا نه چه گیلک چیه؟ چرا به خاطر شما بابا شما آدم کلاورداره بعد شما نه چیکار؟ بابا چه شما کلا بستر دیر بردیشتین شما چه پولا میرم از اون گدار نمیده شما گوش داد یا پولکای بدن که برات کار خوبه چرا میگم پیش رمضان آخه بابا میجی خود چند دفعه به درس ما چند دفعه به شما زنگ زد قربان دختر باغچه دو تا مرغ بردش بجز بره کدوم مرغ گیلک در باغچه تیتی کردم تک در واقع سوتوچو بدست و مثل دیوانه تو برات ماشید بابا من بجستم که تو میزنه دیوانی دو تا مرغ بردش بابا چرا مرغ میبرد به چی دلیل میبرد مرغ و چی فهم که به چی دلیل میبرد اصلا از نپرسیدم که تو گیلک چیکار میکنی گفتن که مردی بس تک بجز بره بابا تو مرغ رو میسنده نتیست از او بابا میگه سوتوچو بدستی و تو دیوانه نمیشناسی شما ای فنان میچخید بابا ای فنان به تو ای فنون به من ای بابا شما غرزله مردم بدین کجا میراله ما قرار این تورتوق میگن که پیدا کنم غور بستونه خب نه بچه جان 2000 خوردی نظم پول من اگر می دو تا مرغ برین و 50000 حساب نکرد و دیش خوش بابا شما کار خوبی نمیکنید دیگه هر کی قرض میگه هیچی نه همین نداره که با ما خود رمضان گپ میزنم برو سر بده آی بابا قد باغ بنیمه کنم من دلارامی آی گل زرده نشنی میکنم من ای جانم آی زمستان آمد و گل زیر برف شد مکه از تو جدای میکنم بیغم دنیا تونی بقرار اکثره بخون چرا لالا شما چه قبل داره؟ تو دیگه کاربار دیگه نداری بغیر از این خوندن یا سر کوچه بچی خود یک 4 تا اختلاط کو دیگه کار کنی داری دیگه نه دیگه لالا شما عده واسه کنی پشت سرشو پل شلی درسته؟ خوب پل شلی کلا نودادو 5 دقیقه بگی بشیش تو که مثلا رگب بگو بود دیگه خورم بکنه 4 بیتی هم بخورو تو هم حالا میگی ما مونده میشون ها تو هم حالا میگه مونده شون از صبح الله صبح لالا برابر کرده به این بر بده به او بر بده این کار کو او کار کو آخر هم همین 5 دقیقه کشیش تو کار هیچ کار برک
بخی یلا کرده از دیگه پارخی برو دم سرم گیلک اینا خوب ما بگیرم یه هم 200 روپیه باید دست مادر گیلک دست مادر بگو مادر برای کده وزمون مرغا خود میفهم بخی بگو مادر برای کده بگو در سرمون نه خوش ندارم که باز بیا گیلک ره کنه قول مقال کنه بخی والا زودی بیای دیگه نمیم اینجا شیشته یو چشم رو برای دلزم باشه پا گو خورده برو زودی بیای خوبه